آقایون و خانم، بابت تأخیرمون ازتون عذرخواهی میکنم. یه مشکلی کوچیک پیش اومد که معطل شدیم. دلار رو آوردیم اینجا به نرخ روز حساب کنیم. خواهش میکنم یکی یکی بفرمایید. خواهش میکنم اضافه اینجوری نمیشه، شلوغش نکنین. نوکر همتون هم هستم، یکی یکی بفرمایید داخل. تمنا میکنم یکی یکی. کوچیک همتون هم هستم. بفرمایید دیگه آقا، شما بشید. نمیخواد آقا، بذارین اول آقای حبابی برن. نه آقا شما بفرمایید، من منتظر کسیم. منتظر کی؟ بچهای بالا گفتم بیان اینجا تکلیف منو با اینا روشن کنن. دمت گرم، همین درسته. مرد حسابی واسه چی زنگ زدی؟ بچهای بالا واسه تو پول میشه؟ بچهای بالا نهایتش میگیرن اینا رو میندازن تو زندان. تو که بچه با جنمی بودی، با 30% راضی شده بودی. 2 ماه داریم بهشون میگیم پولمون رو بدین، گوش نمیکنن. دیگه به اینجا هم رسیده. تا امروز صبر کردیم، مهلت دادیم، تحمل کردیم، ولی فایده نداره. دیگه امروز بچهای بالا باید بیان تکلیف اینا رو یه سره کنن. این درسته. 30% چی میگن؟ هیچی، میگه زنگ زدن بچهای بالا بیان. بچهای بالا واسه چی؟ بچهای بالا اومدن. سلام علیکم، مخلصیم. خوش اومدید. معرفی میکنم، دوستان سهامدار، بچهای بالا دوستان سهامدار. خوش اومدید. بفرمایید. اجازه بدید. بفرمایید. وقت شدم دیگه کارم تمومه. آقا پدر ما رو در برده ایشون یه ما با ما نیست که چند وقت رو گرفتاریم. خیلی خوب. شمشیری کیه؟ سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. قدم رنجه فرمودید. دیگه راضی به زحمت شما نیست قربان. ما داشتیم با دوستان به توافق نهایی میرسیدیم. درسته؟ شمشیری تویی؟ بله. نه من صدری هستم. چای، شربت، شیرینی، قهوه چی میل داری قربان؟ از کرده بودم خدمتتون، شریکشه. شما به این آقایون گفتین چکاشونو بیارن 30% بفروشن؟ قربان جسارت نکردم. من گفتم این یه راهشه. البته راه دومم هستا. چه راهی؟ که منت بذارم ما رو بندازن زندان. خسته نباشید. قربونت برم الهی. که اینطور زندان. بله. چی شده؟ منظورت این که همه بچه ها رفتن تریپ؟ تریپ یعنی چی؟ فکر کنم به مأموریت‌های سری میگن. خب خونش کجاست؟ خیلی خوب. بگین زنگ خونش رو بزنه، اگه بوس سوارش کنه. مطمئن نیستم. فکر میکنم که کدش 307 یا 308 باشه. 307 یعنی چی؟ اینا همش کد رمزه. تا اونجایی که من میدونم 307 یعنی بیاین، 308 یعنی نیاین. ولی که هر دوشو گفت. گذاشت به عهده خودشون. گفت بهشون خواستیم بیاین، خواستیم نیاین. ناقلا تو خوب از حرفا اینو سر در میاری ها. اینا همش به خاطر این با بچه‌های بالا میپرن. بسیار خوب. شما هماهنگی لازم انجام بدین. من خودم این تریپو میرم. باشه. شما من برو تو اتاق، پرده هارم بکش، نور چراغو کم کن، خودم میام خدمتت. شما هیچ کس حق نداره از اینجا خارج شه. هیچ کس. فقط من باید بگم. شما برو جلو در واسا. هیچ کس حق نداره از بیرون بیاد تو و از تو بره بیرون. حتما. متوجه شدی؟ حتما. دیدی رفت حالشو جا بیاره. ای دمت گرم. میخوای بزنم تو گوشه؟ بزنم تو گوشه تا رنگ رود باز شه. چشم خواهش میکنم، من آبرو دارم جلوی. حرف نباشه. شما یه چشم هیچی نمیدونم. ماک دارم که هستش. قابل ندارم. خب پرداری کشیدی کسی ما نرمینه؟ کشیدم. پس صدری تویی. بعد با اجازه ازتون کوچیک شما هستم. من ممکن بهتر بدون هیچ حرفی. چکای طلبکارا رو میبری 35% میخری. به جون مادرم ندارم. به جون مادرم وگرنه دستور اطاعت میکنم. ببین چی دارم بهت میگم.
به نفته که با من کنار بیا وگرنه چی؟ چکی. باریکلا. اجازه است جواب بدم؟ فردا. الو صدری منم. حرف این بابا چیه؟ چرا برداری کشیدی؟ سلام جناب سرهنگ، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ بابا این حرفا چیه؟ سرهنگیه. خواهش میکنم چه مزاحمتی، اتفاقا خیلی به موقع زنگ زدین. چی میگی تو؟ دارم میگم چه خبره اون تو؟ الان خدمتتون عرض میکنم از دوستان عزیز اینجا هستن، از بچهای بالا. بله سلام میرسونم. ایشون هم سلام میرسونن. جناب سرهنگ سلام میرسونن. ایشون هم سلام میرسونن. میگم جناب سرهنگ در رابطه با همون چکاست، ایشون البته لطف دارن، ایشون خواستن از من که من بیشتر از 30% پرداخت کنم به این سهامدارا، ولی بهشون عرض کردم واقعا نمیتونیم، ما از 30% بیشتر نمیتونیم، یعنی جا نداره. میشه شما صحبت کنید باشون؟ به هر حال شما بزرگترین. بله گوشی نمیخواد، من خودم حلش میکنم. بابا ولش کن. من خودم حل میکنم، ولش کن. جناب سرهنگ که نمیخوان حرفی بزنن. بس شما تشریف میارین اینجا الان؟ باشه تشریف بیارین، خوشحال میشم. نه جناب سرهنگ میخواد شما رو ببینم. بس من منتظرم جناب سرهنگ، سریع تشریف بیارین. خیلی سلام رسوندن، الان میاد. سرهنگ بودش؟ بله سرهنگ آگاهی هستن، تو کارشون هم حرف نداره، مو رو هم ماس میکشی، تمام بچهای بالا رو هم میشناسه. گفتن که شما رو نگه دارن، خیلی دوست دارن شما رو ببینن. من؟ بله بابا من کار دارم، باید برم. مگه میذارم بری؟ ای بابا باشی به جون اگه بیاد ببینی شما نباشی که از دست من ناراحت میشه. جون قربونت برم، فدات بشم، بذار دست ببوسم. قربونت برم، بذار پاتو ببوسم. سعدی جون جون مرگ من. سعدی جون سعدی جون من نوکرتم. سعدی آقا سعدی فدات بشم، بذار دست جون من. سعدی قربونت برم، من نوکرتم. هر چی که تو بگی درسته، هر کار تو بگی من انجام میدم. سعدی جون من یه زنگ بزن به سرهنگ، بگو نیاد. چرا نیاد؟ برای چی؟ بابا سعدی جون حقیقتش اینه که من از این حبابی بابا یه ماشین قسطی خریدم، یه تخفیفی داد، منم کمپوز در کردم، پوز دادم، گفتم بچه بالا. بابا سعدی جون ما تو آژانسیم، یه پولی واسه زن بچه‌مون در بیاد، هوای ما رو داشته باش، حرمت منو نگهدار. یعنی تو بچه بالا نیستی؟ سعدی جون قربونت برم، من بچه پای ماینام نیستم، من نوکرتم. خاک زیر پاتو بدا اگه من ندیدی. بس اون تلفن چی بود؟ بابا صدری اون تلفن آژانس، زنگ می‌زدم میگفتم بیا برو سرویس، بابا تریپ میریپ میگفتم. بابا من کاری نیستم. بابا صدری جون قربونت برم. برو بیرون. چی؟ گفتم بیرون. صدری جون بیرون. قربونت برم. 307 چی بود که میگفتی؟ بابا صدری جون چی بود؟ کد اشتراک مشتریاست. قربونت برم فدات بشم. بابا تلفنی تو چرا ناراحت میشه؟ قربونت برم. جون من صدری جون ناراحت نشو. ببین من 200 تومن آوردم، اینو بده به رفیقم، از طرف خودت بده. قربونت برم یه 10 اضافه کن. صدری جون ببین سر برج میام، خودم به قسطا حساب میکنم. ببینم ما چیه؟ ما اینجا بوقی؟ صدری جون چیزی ندارم قربونت برم، فدات بشم، چیزی نیست. صدری جون ببین من سر برج خودم واسط میذارم، 200 تومن واسط میگیرم. قربونت هیچی ندارم. صدری جون اگه سر برج نیاری چی میشه؟ صدری جون چی میشه؟ صدری جون به اینا که چیزی نمیگی که من کیم؟ ببین شما چجوری آدمو وادار میکنید دروغ آدم بگه؟ باشه هیچی نمیگه. تصدق صدری جون خیلی خوب. فدات بشم. دیگه از این کار ببین همینه که گفتم، اگه انجام دادی که دادی، اگر ندادی از فردا برنامه همینه، شدیدترم میشه. شیرفهم شدی؟ چشم شیرفهم شد. چشم خسته نباشید. اجازه بدید من صحبت کردم 31% چکتو میخرم. دستتون درد نکنه. خداحافظ. زحمت کشیدید، خیلی ممنون. 1% همش اضافه شده. ببخشید نمیتونید بگید مال دوستامونم 31% بخرم؟ آقای صدی این امکانش هست که نه اصلا امکانش نیست. میگم حالا تشریف داشته باشید جناب سرهنگ، اینا میرسن ها. نه دیگه من باید برم. ببین من فقط به خاطر شما اومدم، نه کس دیگه. خدا حافظ. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید، تشکر. مسخره کردی ما رو. این همه علافمون کردی بچهای بالا فقط برای 1%.
اینا نمیتونن فراتر از اختیارات قانونیشون عمل کنن وگرنه پوستش حرف نزن